سلام بینندگان گرامی و خوش آمدید به برنامه صحبت با ملت. من هستم منوچهر کوهستانی، مجری برنامه. Dzień dobry i zapraszam na rozmowę z narodem. ایرم هم گپ مرا گفت که خوش آمدید به برنامه صحبت با ملت. یک دو سوال از این نفر میکنم و شما گوش کنید. کمک زبانی لهستانی رم، زبانی پولشگی رم. Jak się nazywasz? Nazywam się Dawid. Skąd jesteś? Jestem z Polski. من از او پرسیدم که نام تو چی است؟ گفت که داوود یعنی دوید. از کجا هستی؟ گفت که از لهستان هستم. Co tutaj w Niemczech robisz? Uczę się niemieckiego. من پرسیدم که چی کار میکنی در آلمان؟ گفت که زبان آلمانی را میخوانم. Podoba ci się tutaj? Tak, podoba mi się tutaj z tego względu, że tutaj mogę się uczyć niemieckiego dużo lepiej, jak na przykład za granicą. میگه که من پرسیدم از او که معقول است آلمان؟ میگه که بله، چون من در آلمان میتونم که زبان آلمانی را خوبتر بخوانم از اویی که در خارج. خوب، ما شروع بکنیم کامنتاری های شما را خواندن. از کامنتاری اول یک نفر نوشته است: منوچهر زنده باشی. میخواهم که همه تاجیکا خود بر این حرف زنند. خیلی با راحت با من گپ میزنی، با معنی گپ میزنی. تشکر برادری عزیز، شما هم خیلی انسان خوب هستید. سلام علیکم برادر اکای منوچهر، من یک نفر خواهر مسلمان شما هستم. الحمدلله باور کنی من یک عمر ویدیوهای شما را تماشا کردم. شما در آنجا درباره مردان تاجیک سخن گفتید که زنهای خود را تا 2-3 سال پرتافته بر روسیه می روند. بسیار سخنهای خوب گفتید. در آنجا برای همین خیلی مردهای بیوفا بعدی همان ویدیوهای شما همسایم شوهرش از روسیه برگشت. میدانید چی گفته است؟ به زنش: زنک جان اگر توانی مرا ببخش. به زنش گفته است که سخنهای منوچهر کوهستانی خیلی تاثیرم کرد. آفرین اکا جان، همین مردای تاجیک ای ایرم زیاد نصیحت کنین، آلیم کم شونای. تشکر خواهری عزیز. در حقیقت برادر عزیز، ما از این ملت راضی هستم. این ملت دعوت قبول میکنه. این ملت حق میبینه، چون حق همیشه پیروز است. وقتی که انسان حقیقت بگه این ملت دوستش میداره. اما این ملت بیچاره را مردم های میگفتن که ما حق میگیم و این ملت بیچاره را استفاده بردند. به همون خاطر این ملت کمی ترس داره. خب بسیار من در کامنتاری ها مشاهده کردیم که درباره ازبک ها صحبت کرده است که ازبک ها برای ما کامنتاری های بد می نویسند. نه برادری عزیز، ما نمیخواهیم که ملت چی باشیم. بعد دیگر ملت ها کاردار نیستیم و از آن جمله با ازبک ها نباید که ما بگیم که کانفلیکت داشته باشیم، جنگ داشته باشیم و بگیم که اونا نویستن. در ملت ما هم زیاد نفرهایی هستند که گپای قبیح می نویسند و برادر ویدیوهای خود کلته کن. ویدیوها کلته کن، 20 مینوتی کن، تست ویدیو کن، یک هفته گم نشو. خوب برادری عزیز، من مشغول بودم چون درس میخونم و دیگر فکر هستم و خواهش میکنم از برادرایی که ویدیوهای مرا تماشا میکنن درس زبان آلمانی درس 5 برآمده است، تماشا کنین، زبان آلمانی را بخونین. یا برادر دیگر است که زنده باشی. طور شینر کمه آدمی که برادر عزیز تشکر. خواهش میکنم هم تعریف میکنین که باور که این ملت این خوبی ملت هم میگه. این ملت باور که میگه بی خوبش تعریفت میکنه. این ملت بگو که تو بهترین تعامت میده. خدا این ملت نگهدار باشه. خدا این ملت نگهدار باشه، چون این ملت بیچاره ساده است. این ملت هر یک نفر استفاده بود، چون این سخن زیاد میگم در حقیقت هم میخیل هست. منم در غریبی دعاگوی شما، من در غریبی ویدیوهای شما رو تماشا کرده راحت میکنم. تشکر برادری عزیز. منم کامنتاری شما رو میخوانم، راحت میکنم. منوچهر کوهستانی زنده باشید برادر جان، خیلی خوشرو گپ میزنید. سلامت باشید، زنده باشید. سامان جمعیف. تشکر برادر عزیز سامان جمعیف.
هر برادری که میخواهد که سخنی او گفته باشه وقتی که شما میترسین در کامنت ها بنویسین. هر فکری که دارین منوچهر کوهستانی برای شما میخواند، چون وقتی که میخواین خدمت ملت بکنین باید فکر اونها را گوش بکنین. خوب، سلام برادر، راست سخنهای بهترین، ما از شما عبرت میگیریم، شما از ما. بله، ما از شما عبرت میگیریم، چون این ملت جای عبرتگیری رم داره، چون این ملت بزرگای رم داشت و حاضرم داره. از این ملت باید همیشه عبرت بگیری. دسته که این ملت بگیریده همایده تای تای پاپا بشود. انشاءالله که در آینده ما آینده خوب داریم. ولی بگو خفه شدم. خیلی برادر از کمتر اختر نمیخونم. السلام علیکم و رحمت الله. نباشد ما دیگران را نمیدونم، ما در گبزنیاتون مخفول رحمت. تشکر. کامنتاری های شما را با ما مخفول هستند. سلامت باشی برادر، به همه کارات برار میخواهم. تشکر. انشاءالله پروگرام های زیاد است و فکرهای زیاد است. در حقیقتا منم نگاه دارم که کو هم ملت همین گپا را چخیل میگیره، در زبان آلمانی را چخیل میخوانه و حرکتش چخیل است. وقتی که ما حرکت شما را دیدیم انشاءالله کوشش میکنیم که برای شما خدمت بکنم. یک نفرم در یوتیوب نوشته است که شما با خاطر پول کار کنی در یوتیوب داخل شدین. برادر عزیز، منوچهر کوهستانی نیاز با پول یوتیوب نداره. این را خوب در گوشت بگی. منوچهر کوهستانی هیچ وقت از یک نفر یک تنگه کار نکرده است. منوچهر کوهستانی پروای پول یوتیوب تو نداره. به همون خاطر من فقط به خاطر ملتم صحبت میکنم. من میخوام کامنت های مردم بخوانم که مردم بدانن که چی نداشتن. یک برادر دیگه نایسته است که یک خواهر به فکرم خواهر است. خالم نایسته است دیگه نمیدونم خواهرش بخونیم. من مخلصی همیشگی شما، همه وقت ویدیوهای شما را تماشا میکنم. میبخشی در کدام شهر شما باز میبخشی. خوب، بخشش زیاد از من نپرسین. من فرزند شما هستم. از من فقط با احترامانه سوال کنید. من در آلمان هستم و در شهر در نزدیکی لیپزیگ هستم. خوب، لایپزیگ میگم باز به آلمانی. ما کوهستانی ها هممون با همین لهجه گپ میزنیم. خوب برادر عزیز، تشکر. بله، لهجه ما کمی فرقیت میکنه، اما بعضی ها فکر میکنن که ما کوشش میکنم که مثل دیگه ملت ها صحبت بکنم، اما خطا میکنن. تشکر. رحمت برادر، سخنهای نغز میگویید کنی که همین خیلی آدم ها بسیار شوند. انشاءالله ما خودمون میتونیم که ملت زیاد بکنیم. ما خودمون میتونیم که این ملت فعل شفعل خوب بکنیم، چون حرکت بکنیم. کاری خطا کرد بگیمش که کاری خطا میکنیم. حضرت سلام علیکم. یک برادر گفتن در زندان فرزنداش احتیاط به روچکه دفتر دارند. خیلی یک برادر هست که میخوام یک برادر نیاز به فرزنداش نیاز به کمک داشتن. من گفتم برای شما که در ادنکلاس که در فیسبوک منوچهر کوهستانی شونه که در یوتیوب نوشته شده است میتوانید که پیدا بکنیم و بنویسین و ما بگیم که شماره او برادر میتونم و میتونیم که شما با کودکای او کمک کنید. در حقیقت یک برادر در زندانه، در روسیه هم در زندانه. خوب، خدا میدونه که به عیب یا که به عیب زندانش است، اما فرزنداش نیاز به کمک دارند. خوب، هر یک نفرت که جوان مردین و میتونید کمک بکنین کمک بکنین. برادر دیگر نایسته است که چای فریاد بسیار شیرین است. بله، من چای بسیار دوست میدارم. سلامت باشی. ایده خانه بیا، انشالله میایم. خوب دیگه نامت نوشتگی نیست، ادرست نوشتگی نیست، از کجا پیدا کنم که خانه این بیام. یه نفر عزیز گپ زنی تا میبینم خرسند میشم که هم فکریم برادر. با پیش تشکر برادر عزیز. السلام علیکم برادر کوهستانی، بسیار مهم است صحبت های شما برای ما. الله از شما راضی باشه. از نام مردم شهر اوفا سلام میگم. به همه برادرایی که در شهر اوفا هستند، در حقیقت برادرایی که در شهر اوفا هستند نفرای خوب هستند. چون ما یک وقت مسافر شدم در شهر اوفا، بگیم که با خودرو با ماشین رفته بودم، یعنی نفرای خوب هستند. همش سلام بگین و ما دعاگوی شما هستیم. یا برادر دیگر است که نه منوچهر تو رنگی
پنسیونر نیستی، تو رنگ دخترای ریشداری. خوب تو مردک میبینی که عکس تا میگذاشتی. تو مردک باشی عکس تا بگذار، نام تا بگذار، قطعی گپ بزنم آخی. تو یک همه خیلی نمیفهمم. طفی تاجیک اومده اینجا گپ بزنی، فهمیدی؟ وقتی قطعی تاجیک مثل ما گپ میزنی، دنداناتا بشو و با مثل ما نفرا خطی گپ بزن. چون ما فرزندای ملتیم و تاجیکستان هم مال ما هستند. سلامت باشی برادر. این لهجه وطنه، فراموش نکن انشاءالله. دادر جان هیچ وقت به گپای هر خیل آدما زیخ نشو و یا یک سگ کوچه. برادر عزیز، ما مقصد معظم است که مردم را دعوت کنیم که از محل گرایی دست بکشند، از بدگویی دست بکشند، راه خود را فقط بگیم که راه خوب بکنن و کوشش بکنن که درس بخونن. یک سوال بکنم برادر عزیز، czy jesteś zmęczony? Czy jestem zmęczony teraz? Tak. No tak, bo jest późno. To dobrze, ale پرسیدم که خسته هستی، اما خوب انشاءالله تمام میکنیم ویدیو را و بعد صحبت میکنیم. سلام، چخیر شما؟ برادر ما از تاجیکستان، پنجیکند. تشکر برادر عزیز، خیلی خوب هستم. شما خوب هستین؟ انشاءالله که خوب باشین. سلام برادر عزیز و گرامی قدر. من سبحان منوچهر دادر عزیز و گرامی. من درباره همون تاجیکای سنیمت میکنن، هر چیزی به معنا در یوتیوب میگذارن، در حالی که قسمی سیوم تا نویستم. بله، برادر عزیز، شما میخواید وقتی که بگیم که بلاگر شوید، چرا زنی مرده که ثبت میکنین در یوتیوب میگذارین؟ خوب گناه کرده. چرا که باید شما در یوتیوب بگذارین که در پیش دیگه ملت ها شرمنده شین؟ به خدا قسم بعضیات برای پل کار کنی زن تا میفروشی. این نشینه خیلی نامردی، بس ای نامردی. بهترین لهجه سلامت برادر از تشکر. اکا جان چقدر آدم خوبی، شما خوبین که مرا خوب میبینیم برادر عزیز. یک هفته در کجا بودی؟ میخواستم درباره سیاست بسیارتر گپ میزدی. برای جوانان از سیاست بخبرند. برادر عزیز گرامی، در حقیقت من درباره سیاست هم میخوام گپ بزنم، چون سیاست با تاجیک یک جایه است. تاجیک سیاستمدار تولد میشود اما خودش نمیدانه. انشاءالله که ما درباره سیاست هم اگر مردم سوال بکنن گپ میزنیم. منوچهر کوهستانی از هیچ که ترسی نداره، در هر باره که باشه صحبت میکنیم، با احساسات گپ میزنیم. برای بعض وقت در حقیقت با احساسات گپ میزنم. سلام منوچهر، بچه من یک برادر دارم، نامش طاهر. 10 سال میشه که خانه نمیروه، زنگ نمیزنه، خطی پدر و مادرم گپ نمیزنه. ای بحری پدر و مادرم گذشته است. میخواستم که کمتر صحبت کنی که حق پدر و مادر چیست. برادری که از حق پدر و مادرت گذشته، روزی خواهد آمد که سرت سفید میشه و بدبخت میشه در روسیه، فهمیدی؟ نادار ناکس پدر و مادرت از دنیا میروند و یک آوازشون نشنیده، بدبخت میشه. نام چی بود؟ نامش طاهر بود است. طاهر کوشش کنی که از پدر و مادرت بخشش پرسی. سلام برادر اسلامی. و علیکم السلام. البته بهترین تشکر. تاجیکم ای دوستی. مرم تاجیکم از تاجیکستان. السلام علیکم اکای کوهستانی. و علیکم السلام از اکای کوهستانیت. سلام علیکم برادر منوچهر. تاجیکی گپزنی را بیاموزین از شما. من از نورآباد. انشاءالله که تاجیکی گپزنی را محلی ما باید بیاموزم. راستی من همین زبان آلمانی را میآموزم برای مردم، مجبور هستم، چون میخوام که مردم یک چیز یاد بگیرن، اما منوچهر کوهستانی معلم نیست. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب، یک کامنتر دیگر را میخونم، ویدیو را درازی بر نمیکنم. یک برادر نوشته است که راستی بسیار گپی مهمه، در این باره کمی که باید صحبت شود، کامنترش نیست. یک برادر نوشته است که من زن گرفتم، 2 ماه بعد زنم نخواست که با من زندگی کنم. بعد این 2 ماه میگه از من طلاق خود، من طلاقش کردم
اما بعضی ها میگن این تو گناهگار شدی اگر به اون راه نادرست برو. نه، گناهی تو بعدی که طلاق کردی تمام، تو دیگه گناهگار نیستی. چی کار میکنه بگیم که در آخش دنگل میکنه و چی گناهی میکنه، تو گناهگار نیستی. وقتی که زنان نمیخوان با شما زندگی کنن اذیتشون نکنین، طلاق شدین برن زندگیشو پیدا بکنن، اما کوشش بکنین که دلای اونا را پیدا بکنین، دلای اونا را بیابین. زن تاجیک زیاد در کار نیست که دلش بیابین. دل زن تاجیک بسیار مهربانه، باور کنین. این زنهای ما بسیار مهربان هستند. به همه خاطر خوب این برنامه کوتاه بود. تشکر به همه برادران عزیز و گرامی. ویدیوها را به همدیگر برسانین و فراموش نکنید آبونه بشوید. خداحافظ.